درود بیننده عزیز شبکه شما دلیر مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سری حال هستید. شما اگر توجه کرده باشید ما قریب هر ماه برای بیننده همون یک حسابات وجدان میدادیم که این ماه چی دستاورد داشتیم و چی باخت. ولی ما ماهی اپریل و قولی برای شما حسابات ندادیم و برای این عذر میپرسیم. اکنون 3 روز ماه ماه هم شروع شد. ما این حسابات کوشش میکنیم که فردا بگاه، یعنی 5 ماه بگاهی روز یا که روز 6 ماه بگاهی روز برای شما حسابات ویدیو نمیدیم و بگیم که دوام یک ماه ما و شما بیننده های عزیز چی برد و چی باخت داشتیم. حالی خواهش میکنم که یک صحبت بسیار جالب داریم و در مورد روز جهانی آزادی بیان که همه روزه همه ساله انیقترش 3 می تجلیل میشد و این صحبت ما بود با استاد ژورنالیستیک تاجیک، چون بسیار از شاگردان را در این سمت تربیت کردند و لایه‌های بزرگ ژورنالیستی را راه‌اندازی کردند. استاد نورالدین قرشی‌بایف و دوست و برادر ما که کم کم حق استادی هم دارن، چون بسیار میخوانم مطلب و نوشته هاشون، به همین خاطر حق استادی میگم. برادر ما سردبیری یکی از رسانه های بسیار معروف در بخش تاجیکی آسیا پلوس، برادر استاد ارشاد سلیمانی، و این صحبت ما در صفحه اینترنیوز تاجیکستان در یوتیوبش نشر شد و از جانب رپرتور نو یا نو رپرتور این پادکست، یعنی این صحبت تهیه شده است که امیدوارم برای شما خوش می آید. و پیش از اون که صحبت تماشا میکنید، صحبت چالش برانگیز است، بحث و بررسی های زیاد است. فقط من از بیننده هم چون همیشه خواهش میکنم، چون اکثر بیننده های ما خوشبختانه من اعتراف میکنم که 1-2 ماه آخر به دشنام و حقارت فکر و نظر می نویسن، نگاه بر نکرده اون که نظر من خوشتان میآید یا نمیآید، یا نظر برادر ارشاد خوشتان میآید نمیآید، یا نظر استاد نورالدین قرشی‌بایف براش ما خوش میآید نمیآید، خواهش میکنم به حقارت و دشنام نظر و اندیشه بنویسید. برای ما بسیار مقبول است فکرهای شما، فکرهای سالم شما به حقارت و دشنام. که بار دیگر ادامه بشم این صحبت در دایره لایحه از جانب نوای رپرتور، یعنی رپرتور نو پیشنهاد شده است، چون موضوع آزادی بیان، موضوع زندگی اجتماعی مردم، موضوع حرف گفتنی مردم در حالت ژورنالیستا ما اینجا بحث و بررسی شده است. ولی نگاه نکرده از فضا و کار و فعالیت ژورنالیستا ما به زندگی دیگر ساکنای تاجیکستان نیز در این صحبت توجه کرده ایم که آزادی بیان فقط سخن ژورنالیست نیست، سخن دلخواه شهروند دیگر در تاجیکستان یا تاجیکستانی بیرون از آن نیز هست. و اکنون یک اعلان دیگر، شما حتما خواهش میکنم به جای شرح بیشتر، یعنی جای اپیسانی نگاه کنید. هر نفر میگه اپیسانی کجا شرح بیشتر کنید، در پایان ویدیو تکست میبره. نه اونجا نه، باز پایان ویدیو از این ویدیو بیرون یک جا هست اپیسانی نوشته شده به زبان روسی، یعنی اونجایی که من شرح بیشترش میگم داریم. اونجا برای شما یک سیلک هست، خواهش میکنم از شما با هم سیلک وارد شوید و توسط آن سیلک، یعنی آن سراغ، شما میتوانید من بعد برنامه های ما را مبلغ گذاری کنید، چون درآمد از حساب بیننده هایی که در فدراسیون روسیه بود با 0 برابر شده است. اگر به وی پی ام ببینید، فکر میکنم که با این راه ما میتوانیم که فعالیت کاریمان را ادامه دهیم اگر شما ما را مبلغ گذاری کنید و جانبداری کنید و دستگیری کنید توسط همون سیلکی که در اپیسانی هست. حتما وارد شوید. به صحبت تماشا میکنیم. من ژورنالیستی که برای 3 بار دعوت کنن دیگه ترس از مردم دور رود، من نمیدونم که چی ژورنالیست باید روزنامه‌نگار شخص تنها در حالت مورد تعقیب یا مورد بازجویی قرار بگیرد که اگر معیارهای قانون را اعلام میکنه در جامعه تامین کند، یا که سود عالی یا که دستگاه اجرایی پرزیدنت. تا امروز ما از دستگاه اجرایی پرزیدنت به یگان درخواست که اون را گفتن که دلیل این یا اون موضوع را بیاد نگیم. برای مثال ورزشگاه وحدت نشان نده یک طرفش، برای مثال یا کیم کجای ده را مکتبش نشان نده. подкасте «Новый репортер». سلام علیکم. این پادکست سایت نیو رپورتر یا خبرنگار نو است و سایت خبرنگار نو به نشر سلسله پادکست های خود ادامه میدهد. ما در پیشاروی روز جهانی آزادی بیان قرار داریم و تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در چند سال اخیر مقام خود را در شاخص رده‌بندی آزادی بیان به طرف منفی از دست می‌دهد. با پادکست نوبتی 2 تن از
کارشناسان و روزنامه‌نگاران تاجیکستان دعوت شدند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی واسطه‌های اخبار عمومی مستقل تاجیکستان و دلیر موملی روزنامه‌نگار و بلاگر معروف امروزی تاجیکستان، خوش آمدید. تشکر. استاد، می‌خواستیم که در ابتدای صحبت از حال احوال یکدیگر بپرسیم که امروز به چه کارا مصروف هستیم و در ساحه‌ای که کار میکنیم به چه موفقیت و مشکل‌های روبرو هستیم. تشکر ارشاد. من گمان میکنم که ما با کار هر روزه خود مشغول هستیم، هرچند بعضی از دیگر اندیشان گمان میکنن که در تاجیکستان ژورنالیستیک برهم خورده است، ولی همکسبای ما صرف نظر از مشکلات رسالت خود را به اندازه اجرا میکنن و در انجام دادن رسالت آنها ما همیشه در پهلوی آنها هستیم. البته مشکلات هست و مشکلات خیلی زیاد است. به این خاطر ما سال از سال به محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان دچار میشه. البته سبب ها گوناگون، هم ابجکتیوی و هم سوبجکتیوی، ولی کاهش یافتن آزادی بیان در تاجیکستان به نفع جامعه نیست، به آن خاطر که آزادی بیان در کشورهایی که تحکیم و توسعه می‌یابد برای رشد آنها مساعدت میکنند. متاسفانه در تاجیکستان اکثر زمان به خاطر تأمین صلح و ثبات و امنیت با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم به اقدامات دست میزنند که میان جامعه روزنامه‌نگاری خود سنساری را به زیاد میگرداند و به موضوعهای دست زدن روزنامه‌نگاران احیان به نظر میرسد. درست استاد، ما قدم به قدم به مشکلات آزادی بیان میپردازیم. دلیر، در مورد جمله آخری استاد که یعنی خودسانسوری واقعا هم فکرم، همون محدودیت آزادی بیان که میگن که شروع شده سال 2014 و 15 که هرچی زیادتر بسته تر شدن رسانه ها و دیگر دستمزد شدن، ما احساس میکنم که یک سال دو سال اخیر همون خودسانسوری از نمیدونم اراده، خواهش، ذوق روزنامه‌نگارای جوان دور شده از خوشبختانه. بخصوص در صحبت قبلی که استاد داشتن گفتن که به نسل ما دیگر اعتماد نکنین، دیگر تقریبا باوری نکنین دیگر. و من خوشبختم که میان روزنامه‌نگارای جوان که تازه به میدان وارد شده هستن به طور ویدیویی، آدیویی یا نوشتاری، اونا هم خودسانسوری از خودشون خوشبختانه دور کرده ایستادن و این چیز کمتر به نظر میرسد. خب، یک عقیده است که میگن که آزادی بیان معیاری هست که یا وجود دارد یا ندارد. یعنی در یک جامعه میتوند که آزادی بیان باشد یا نباشد. بعضی از صاحب نظران با همین اندیشند، یعنی آزادی بیان نمیتوند که مثلا 20%، 50%، گویا که 100% باشد. خودی من جانبدار این عقیده نیستم. شما چی فکر دارید که در تاجیکستان همین آزادی بیان هست یا نیست، یا از نظر شما اگر موافق باشید چند درصد است؟ من فکر میکنم که عقیده درباره نبودن آزادی بیان نادرست است، زیرا همه چیز در این زمان نسبی است. آزادی بیان چارچوبه مشخص ندارد. آزادی بیان از جرأت و از ملکه و از دانش هر شخص وابستگی دارد. پیش از آن که آزادانه سخن گوید، من همیشه این چیز را تاکید میکنم، آزادی بیان یک عامل اقتصادی هم هست دارد. یعنی اگر کیسه‌ات خالی باشد، گپ حتی به همسرت نمیگذارد. حالا که در جامعه یک موضوع را مطرح کنید، کسی دیگر به تو گوش اندازد. من چرا دارم؟ من زمینه اقتصادی آزادی بیان را در امکانیت استفاده بردن حقوق به نفع این یا آن شخص، یعنی به آن معنا که شخصی که به آزادی بیان سر و کار بگیرد و باید در این یا آن رسانه فعالیت داشته باشد یا در
در سمت تحقیقات اقدام کرده باشد. یعنی برای تحکیم آزادی بیان زمینه اجتماعی اقتصادی نیز مهم است. وقتی که درباره زمینه اجتماعی میگه، من موقع شخص رو در جامعه در نظر دارم. وقتی که زمینه اقتصادی میگیم، یعنی وای یک کار داشته باشد که فکر و اندیشهش درباره اون که اگر من این سخن را گویم آیا در جای کارم به من گپ نمیرسد، چون این فکر را نباید پیدا شود. در مورد آزادی بیان من میگم که با همون فکر شما راضیم، یعنی نمیتونن کامل باشد یا پررنگ نباشد. حدود 20 به 80 من معین میکنم. همین سال 2020 80 چی؟ یعنی 20% آزادی بیان ما داریم، 80% نداریم. این تقریبا که من از 2013 و ژورنالیستیک وارد شدم تا 2015 این برعکس بود و از 2015 تا 2022 محدودیت آزادی بیان فیصدش زیاد شد و از 2021 شروع شد. از با آمدن روزنامه‌نگارای جوان من گفتم فیصد آزادی بیان دارد از 80 آهسته پایین میرد، یعنی به 70 و 75 اینا من باور دارم که سال‌های آینده میرسد. و در مورد فکر استاد که یک ژورنالیست یا یک نفری که فکر و نظری آزاد دارد از جای باید تأمین باشد که وابسته کارخانه و اداره و یا شخصی نباشد. واقعا یک سال اخیر ما همین جایی از جای وابسته نبودن همین یوتیوب بود که یک مبلغ‌های برای بلاگر و ژورنالیست‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی درآمد می‌آورد که ما از کسی وابسته نبودیم که سیاست ردکسیونی یا سیاست اداروی یک نفر مطرح کنیم. هر چیزی که مردم می‌خواست اون باز با مردم می‌رساندیم که متاسفانه با جنگ روسیه و اوکراین این چیز محدود شد و خدا کنه که آینده‌اش بخیر شود. من فکر می‌کنم که آزادی بیان از رشد رسانه‌ها نیز وابستگی دارد. طوری که اینجا دلیل گفتن، اگر ما هر چیزی که ما میخواهیم در دایره قانون مطرح کنیم، انعکاس کنیم و آن را به رسانه‌ها پیشنهاد کنیم و رسانه‌ها بتوانند که با حق و زحمت ارزنده آن را خریداری کنند، در آن صورت رشد آزادی بیان تامین خواهد شد. ولی متاسفانه بیشتری رسانه‌ها امروز حتی حق قلم به مؤلفانشون پرداخته نمی‌توانند. درست است استاد. این موضوعی که شما مطرح کردید، این مسئله در واقع جا دارد، ولی آیا فکر نمی‌کنید که آزادی بیان اگر یک کمی نظریوی صحبت کنیم، مسئله مناسبت رسانه‌ها با حکومت اجرایی است؟ یعنی آزادی بیان همون محیطی است که حکومت می آفرد، رسانه ها در اون محیط فعالیت میکنند، یعنی در اما حدی که حکومت اجازت میدهد. در تاجیکستان بر اساس قانونگذاری اون چیزی را که قانون ضمانت میدهد، یعنی تا یک اندازه وضعیت بد نیست، ولی از نگاه عملی در محیطی که ما امروز فعالیت میکنیم و چیزایی که شما اشاره کردید، خودسانسوری و اینا همه نتیجه اون است که محیط به گونه‌ای که باید آزادی بیان در ما رشد کند وجود ندارد. فکر میکنید که مشکلی کلان آزادی بیان در خود رسانه هاست یا در محیطی است که مثلا حکومت اجرایی به وجود آورده است؟ ارشاد، نظریه‌ای که شما گفتید این خواسته بیشتری حکومت‌های خودخواه هستند و متاسفانه این ظهورات در تاجیکستان نیز به نظر میرسد و حکومت کوشش به خرج میدهد که حد الامکان فعالیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را تحت نظارت قرار داشته باشد و آنها معین میکنند که میزان آزادی در چیست. بله. و آنها بها میدهند که کدام مواد به نفع دولت و ملت است، کدام مواد بر ضرر آن. این چیز قابل قبول نیست. اگر ما خواهیم که جامعه رشد کند، هر کس باید کار خود را انجام دهد. متاسفانه در تاجیکستان حکومت فعلی سیاست مطرح رشد رسانه ها را نوبسته از شکل مالکیتشان ندارند. تا حال میراث از دوران شورای باقی مانده استفاده رسانه ها همچون ترغیبگری اقدام حکومت در معینه منصبداران ما نقش بسته است
و این قالب رو باید شکست بله. و حد امکان برای عملی کردن آزادی بیان، ابراز عقیده، شرایط خوب فراهم باید آورد تا که مردم بدون هراس نظر خودشون و موقع خودشون نسبت به این یا مسئله مبرم در جامعه ابراز داشته توانند. در آن صورت ما میتوانیم گوییم که برای آزادی بیان در تاجیکستان شرایط فراهم آورده شده. متاسفانه برای تحکیم آزادی بیان کسی اقدام جدی نمیکنند، ولی برای محدود کرده آن تمام وزارات اداره های کشور دست میزنند. آنها درک نمیکنند که خواسته های آنها در تاجیکستان شاید به نفع این یا آن گروه باشد، نه به نفع ملت. زیرا وقتی دعوا پیش میآورند که این یا آن مخالفین یا فعال جامعه شهروندی هنگام ابراز موقع و نظر خودش به تنقید سیاست حکومت دست است، حتما او را دشمنی خلق اعلام میکنند و اقدام میکنند که او را با مجازات کشند و بعضی از کوشش آنها در جامعه جهانی باعث خنده و مزاح هم میشود، برای اینکه آن چیزی که منصبدار تاجیک میخواهد در سطح جهانی ترکیب جنایت را تشکیل نمیدهد، یعنی جنایت نیست. درست استاد، اگر یادتون باشد چند سال پیش در نشست خبری یک مسئول بلندپایه مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت گفته بود که آزادی بیان از حد زیاد به تاجیکستان ضرر دارد، خلاف منفعت‌های ملی است. راستی که من از همون زمان تا حال فکر میکنم به منطق این گفته صرفا نمیرم. شاید شما یک نظر کاملا نادرست است این گونه نظر و موقع، زیرا محققای ساحه اطلاعات به خلاصه رسیدند که اگر سطح آزادی اطلاعات در این یا آن جامعه 5% بالا رود، سطح رشد اقتصادی اجتماعی دولت 10-15% پیش می رود. یعنی ما باید از آن هراس نکنیم که کسی ما را تنقید میکند یا به نظر ما نظر مخالف دارد. زندگی همین است که باید هر کس موقع خودش آشکارا بگوید و برای ابراز نظر خود، برای بیان داشتن موقع تنقیدی خود نباید مورد تعقیب قرار گرفت. این حقوق کنستانی شهروندان جمهوری تاجیکستان است که کنستیتوسیون کفالت میدهد آزادی بیان را، آزادی جستجو کردن اطلاعات و پهن کردن آن را و استفاده از رسانه ها، مخصوص در ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که مردم حقوق خود را به آزادی بیان، به آزادی اطلاعات، به استفاده از رسانه ها عملی میکنند. درست است. دلیر، شما امروز به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان یک بلاگ نویسی که فعال هستید و بیشتر با مردم سر و کار دارید و جنبه‌ای که کار شما فرق میکند، بیشتر مشکلاتی را که مردم در دیگر جا نمیتونن مطرح کنند شما اونا را پیگیری میکنید. به فکر شما گفته این مسئله مرکز تحقیقات استراتژی که آزادی بیان از حد زیاد به جامعه مثل تاجیکستان ضرر دارد، راضی هستی؟ نه، البته در هیچ صورت راضی نیستم. من نمیدونم که کی گفتن اون مسئول کی بودن، برای که گوینده این سخنان بسیار مهم است. برای مثال من یک چیز میخواستم از صحبت‌های چند دقیقه که شما دو عزیز کردین، گفتم که یک تاریخ 30 ساله ژورنالیستیک تاجیک دوران استقلال بیاد ورق زنیم و بگیم که چند ژورنالیست برای مطلبش به حبس برده شد. بغیر از دوستی ما دلیر شریپوف، من کی را دیدم شد فقط برای مقاله هاش یا برای ویدیوش یا برای گزارشش به واسطه به همین خاطر به حبس برده شد که ما بگیم که آزادی بیان این روز محدود میشود از طرف حکومت یا مقامات ها. من فکر میکنم که بیشتر رنج ما، پروبلم ما این خود سنسوری است و ترس داخلی خودمون. برای مثال میگم که همین شب روزی که ما فعال هستیم، خود دیروز یک نفر کارمند اداره جنایت متشکل من در راه دید، گفت برادر عزیز من بحث سودی دارم
میخوام با توسط شبکه تو مطرح کنم اینا. یک هفته پیش کارمند NVD با من وقت گفت دلیر من در همسایگی تو در گراژ زندگی میکنم پالکونیک، میخوام توسط صحیفه تو من پرابلممو بررسی کنم. یعنی همون نهادهایی رو من مثال زدم که امروز میگم که ما را فشار میارن، با صحبت دعوت میکنن که شکنجه میکنن، همونا خودشون پرابلم دارن، مشکل دارن، میخوان اونا هم توسط ژورنالیست‌ها دردشون، پیامشون، آزادی بیانشون برسونن. ولی ما خود سنسوری میکنیم دیگه. اداره دعوت میکنن، عدل میبرن، NVD میو میگه او با فایرود میکنن. بیا دوستان یک تاریخ خبرک زنیم. یک مثال عادی برای شما. روز 16 محمد یوسف اسماعیلوف از محبس آزاد شد. با پاره اونا را تهمت کرده بودن. با تمجویی و گرفتن رشوه، ولی اصلی گپ فعالیتی ژورنالیستی ما اینا میدونیم. ولی دلیلی که حکومت پیش ما میارد که برای مطلب‌هایش، بغیر از دلیل شریف گفتن که برای مطلب‌هایش که خصوصیت اکستریمیستی داشت به حساب بردن، کیا بردن برای مطلب‌هایش به واسطه محض برای مطلب‌هایش همین محمد یوسف اسماعیلوف ولی در بار اول محکوم شد و او را آزاد کردن. دفعه دوم این یک عملیات راه اندازی کرده شده بود که با یک اتهام دیگر را اگر مسئله مربوط به فعالیت ایجادی محمد یوسف نمیشد، او را باز از به ژورنالیستی که مشغول شدن در مدت 3 سال محروم نمیکردن. با چند مثال دیگه میتونیم در 30 سال بزنیم؟ مثال دیگر جمعه طالب نیز برای رحمتی برای موادهای انتشار کردهش به سود کشیده شده بود. تو ولی نه. با اجازه من نمیخوام گم که از این نفرایی که سری وظیفه و اداره و وزارت ها کار میکنن جانبداری کردن، به خاطر که من میخوام با واقعیت ها رو برشن که در 30 سال اگر ما 3 نفر مثال میزنیم ولی که به واسطه با محبس بردن متاسفانه. استاد با اجازه شما با فکر من اکثر ژورنالیستایی که به مقامات دعوت شدن علیهشون پرونده شد. بعضی ها مثلا پرونده قطع شد، بعضی ها جریمه شدن، یعنی قراردادگاه سازی شد. 95% اینا به نظر من به فعالیت روزنامه‌نگاری و برای نوشته هاشون بود. مثلا ما چند مثال میزنیم. آلگا توتوبالینا خب برای یک ستون که نوشته بود و یک اقتباس کرده بود. من واقعا در مورد اپای اولگا منم جانبداری اونا بودم که تحقیر رواجش رمزی میرزابک و چند سال پیش خبرنگار آزیا پلوس برای یک مطلبش مثلا دعوت شده بود و علیهش فشار بود و این چیزا بود و بالاخره این چیزا سبب شد که یک مدت از ژورنالیستیک برای ژورنالیستی که برای 3 بار دعوت کنن دیگه ترس از میدان دور رود. من نمیدونم که چی ژورنالیست نه نسبتی به قضیه جنایتی بود و مقابل وای یکی از منصبدارای اعلی مقامی معاون وزیر کارهای داخله اتباع داشت، دعوا داشت. یعنی اگه فشار آوردن، شکنجه کردن. فشار شما چرا در نظر دارید؟ فشار میشه فشار جسمانی، روانی. ما بیشتر فشار جسمانیش قبول دارم. روانیش این برای یک ژورنالیست دروغ است، هیچ وقت باید تاثیر نگذارد بر روانی یک ژورنالیست. ژورنالیستی که بعد 3 بار کامنت نویسن، 4 بار دشنام کردن از میدان رود، من فکر میکنم اون باید درس روانشناسی بگیره. البته از جرأت شد دلیل ما خوشم میاد، لیکن گپ در سر است که یک راههای اصولهای را استفاده میبرند که همه آنها را ما در رسانه ها آشکار نگفتیم. پس چرا نمیگیم آشکار؟ بازم جرأت نداریم که میگیم. گپ در جرأت نیست، گپ در سر آن که ما حد امکان کوشش بکنیم که مشکل حل شود و این ژورنالیست با فعالیت خودش ادامه دهد. ما خدمت خیرسانه میکنیم نه به اون خاطر که امروز ما رسانه‌ای میکنیم و فردا در من این چیزا با دل پر گفته میتونم که فردا یگان سردبیر، یگان صاحب رسانه با اون ژورنالیست همکاری کردن نمیخواد به خاطر آنکه بیزنسی وای خلالدار نشود. ما امروز شرایطی نداریم که ژورنالیستای مستقل توانند موادهای نوشته خود را به بازار نداریم که در اونجا اون مواد بازار داریم. استاد امروز شبکه‌های اجتماعی بازار بسیار گرم است و فکر می‌کنم که یگان رسانه چنین فیسبوک خواننده ندارد یا یگان تلویزیون چنین یوتیوب بیننده ندارد. همین رسانه آزاد داریم. یک چیز رو میگم که شبکه اجتماعی این رسانه نیست. شبکه اجتماعی این یک میدان است که در اونجا اطلاعات
مورد تبادل قرار میگیره. مقصد همین رسانه ولی چی است؟ یگان کس گفته نمیتواند که امروز یک نوشته تو رو یا مرا چند مشتری خون. خود آنالیتیکا میگن اینا. آنالیتیکا هم یوتیوب و فیسبوک براش آشکارا میگه که چند خبر بیننده پیدا کرده. امروز آنالیتیکی که در سایه رسانه ها هست به اندیشه من بیشتر دروغ است. نه آنالیتیک شبکه‌های اجتماعی خودش میگه اون همون چیز صنعی داره اتوماتیک بده. بله گپ سر این است که وقتی که شما همون نوشته رو باز کردید اون نشان میده که گویا که خواندید. ولی من خودم چند مرتبه تحقیقات پیش بردم وقتی که مواد جدی پیدا می شود در شبکه اجتماعی احیان آدمان استاد این بخشش یک دقیقه من میخوام بگم که استاد یوتیوب حتی برای شما آشکار میگه که همین ویدیوی شما که 30 دقیقه است به حساب میونه او رو بیننده ها از چند تا چند دقیقه میبینن. حتی دقیق میگه که ویدیو تو رو 5 دقیقه میبینن و حتی میگه که کدام دقیقه اش بیشتر میبینن. بله بس ما بسیار جالب رفته ایستاده است. ما شاید در قسمت های انتهایی به این چیز برگردیم ولی یک چیز است دلیر مثلا آزادی بیان این نیست که ژورنالیست ها در یک جامعه جنگلی مثلا امنیتی وجودی خودشون از زیر خطر مانده، زندگی شخصی خودشون از زندگی خانوادگی، منفیت کارخانه، رسانه خطر مانده مثلا چیز کنن. آزادی بیان وقتی که ما میگیم ما در عصر 21 در یک جامعه مدنی زندگی میکنیم، یعنی همه چیز در اساس قانون، در اساس معیارهای انسانی و عمومی بشری که قبول شده است. یعنی قانون قبول کرده است که من حقی مطرح کردن همین مسئله را دارم، تمام. اینجا ضرور نیست که اونجا مثلا بیاد وزارت کارهای داخله دخالت کند، مثلا نمیدونم کمیته امنیت دخالت کند، دادستانی دخالت کند. یعنی باید روزنامه‌نگار شخص تنها در حالت مورد تعقیب یا مورد بازجویی قرار بگیرد که اگر معیارهای قانون را ویران میکنه. و چیزی دیگر این که در مسئله همین مورد شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها حالا اگر شد به نصیحت گذاشتن نه به نصیحت نه. ببین من 8 سال در دانشگاه استاد بودم، مثلا تحقیق کردم، اسپرانتو را خواندم، عالم تحقیق ادامه میدهم. از نگاه شاید اگر شما اجازت بدید از نگاه علمی کم صلاحیت دارم که تحلیل کنم. چیز است رسانه از شبکه اجتماعی فرق میکنه، این درست است. هدفی همه اینها دادن اطلاع هست. بله. شبکه‌های اجتماعی هدفشون دادن اطلاع نیست. ببین شبکه‌های اجتماعی اینا میدان است. فیسبوک که تقریبا در بعضی کشورها 90% یا در سطح دنیا ممکن 60% اطلاع از اونجا میگن. یک خبرنگار خیلی نمیشه ما در موضوع آزادی بیان گپ بزنیم، آزادی برای محدود کردیم. ما میخوام به هر جمله‌تون جواب داده دوام دادن گیریم، صحبت میکنیم. به هر جمله‌تون میخواستم دوام دادن گیریم. من گپم تمام برای چه که ارشاد میگه که گپم تمام کنم. فیسبوک مثلا یا یوتیوب اکثریت خبر معلومات از اونجا میگیرن، یک خبرنگار ندارد. صاحب فیسبوک و صاحب یوتیوب برای این که من و شما در اونجا بنویسیم مسئولیت نداره. فهمو؟ این یک قسمت‌های رسمی است. ببین مسئولیت نداره. نه لیکن رسانه که مثلا شما در رسانه من کار میکنید مثلا بله برای هر گفته شما من مسئولیت و من دعوت میکنم. همین جمعه خودم جواب بدم برای شما که وابسته از اون است که شما میگید که فیسبوک و یوتیوب میدان است. نه، وابسته از اون است که فیسبوک و یوتیوب کی استفاده میبرد. امروز مسئول صحیفه دلیر امامعلی در فیسبوک و یوتیوب من هستم. هر ویدیو، هر صدا، هر متنی که اونجا مینویسم من جوابگرم با اون طبق قانون‌هایی که امروز در تاجیکستان است. یعنی مرا میتونن دعوت کنن بگن که اینا تو نوشتی، یعنی شما بگید که مسئول ندارد، منم مسئولم. یعنی واسه از اون که از این فیسبوک و یوتیوب کی استفاده میبرد. شما بگید که میدان نه، اونجا همون هدف اساسی رساندن اطلاع باشد توسط فیسبوک و یوتیوب. امروز همون اطلاع رسیده ایستاده است با مردم. درست است. این امکانیت است. شبکه‌های اجتماعی امکانیت است و از همین خاطرم در زمانی که ما و شما زندگی میکنیم با باویان آمدن این میدان‌ها تاثیر و نفوذ رسانه‌ها ضعیفتر شده است. پایین رفته است. بله. این بر عوض آن که در ما مثلا محدودیت است، خب
من نمیدونم کدام محدودیت زیاد است. مثلا شما که در رسانه خصوصی کار میکنین از پلوس میگه که کدام محدودیت هست که رو در شبکه شما میتونید شما نمیتونید. دلیر مثلا مشکل یک آدم بی خانه را مطرح کردن، مشکل یک معلم دانشگاه که مثلا رکتور او را از خانهش محروم کردن، مشکل یک کسی که خانهش مثلا زده گرفتن، این هنوز مسئله بسیار جدی جامعه نیست. آزادی بیان حقوق سیاسی انسان است و وقتی که ما آزادی بیان میگیم پیش از همه ما مطرح کردن موضوع های جدی سیاسی که برای آینده دولت، برای ساختن ملت مهم است. اینا ابلا مسئله جدی این مسئله جدی مسئله شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. مسئله جدی اجتماعی هست، ولی مسئله این که شما را برای این به دادگاه ببرن یا که مثلا رسانه شما را ببندن نیست. شما چرا در رسانه‌تون همین موضوع رو مطرح نمیکنید؟ میکنیم. کی میگه نمیکنیم؟ پس چی میگید که محدودیت‌ها دارین؟ چی محدودیت داره؟ این اونقدر مسئله نیست که برای شما را محدود کنن. مثلا مشکلات کلان اقتصادی، مونوپولیست هایی که مثلا در بازار اقتصاد وجود دارد، مسئله تقسیم نابرابر قدرت، مسئله مثلا در یک منصب ماندنی یک نفر به مدت 10 سال یا 15 سال. شما سلسله صحبت من فقط از خودم می‌سازم. شما سلسله صحبت‌های من مثلا با عبدالستار که من آشکارا گفتم که من شما را قایچ میکنم که من آشکارا گفتم که در سر قدرت ماندن پرزیدنت امروز و با جای اون آمدن رستم اموالی ما همه را در صحبت‌ها مطرح کرده بودیم. در چندین صحبت‌ها ما مطرح کردیم. لیکن ما این تحقیق کردن به طور دوامدار، به طور همیشگی نمیدونم و مشکل کلانی و برای همین مثلا بعضی سخن‌هایی که ما به اصطلاح تاجیکی سری قدم در بعضی جا میگیم، این هنوز به معنی نیست که اجازه است که ما همه گپا را بگیم. همین گپا را فلان شده به طور دقیق، به طور حساب شده، به طور تحلیلی که خود همون موضوع را از آغاز تا ابتدا مثلا بگیرین و مطرح کنیم، یعنی در قالب یک مطلب ژورنالیستی. مثلا در شبکه‌های اجتماعی بلاگ نویس وای پابند یگان معیار کسبی، استاندارد کسبی نیست و همون موضوع را خودش از آغاز سر میکنه تا آخر میبرد. من تا حدی کوشش میکنم که پابند همین معیارها باشه. وای مثلا نظر به جانب دیگر کارشناس، یعنی یک موضوعی که در قالب برنامه کسبی باشد، مطلب کسبی باشد، چون فرمت بلاگری همین است. من این چیز ناراحتم که روز جامعه ژورنالیستی بلاگرها را جدا کرده از خودشون. متاسفانه برعکس باید با بلاگرها اینقدر متحد باشه. ما که هر وقت ما بلاگر نمیگم، من یک ژورنالیستی هستم که فعالیت ژورنالیستی در بلاگنویسی یک بخش مهمی است که ما باید همه برای رشدیان هیچ کس برای جدایی انداختن ژورنالیستان کسبی و بلاگ نویسان نیست. خالی بگن که معیارها را رعایت نمیکنن، فرق میکنه. یک چیز دیگر، من در صحبت قبلی با شما گفته بودم که متاسفانه مقام حقوقی بلاگ نویس در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مشخص نیست. اینم خوشبختانه است هنوز که مشخص نیست. شاید برای شما محدود میشه دیگه، شاید برای شما مشخص بود، لیکن آزادی بیان در همان زمان تامین میشود که هر کسی که به این کار دست میزند هم حقوق خودش دارد و هم عهده‌داری‌هاش در نزد جامعه تامین کرده تواند. در فضای مجازی، در فیسبوک، در یوتیوب، هر کاری که میشود متاسفانه اون اساس برای آغاز کردن دیدهای جنایتی نمیشود. چرا از پشت اینا چندین نفر رو به حبس بردن که کامنت بنویسن گفتن این چیزی است که فرمایشی است و در حالت‌هایی که برای شاید رکلام فعالیت بعضی از ساختارهای قدرتی یا که برای با مجازات کشیدن بعضی از فعالان سرکش جامعه شهروندی استفاده کرده شود. این چیز عیان است. ولی شما بار شاهد شدید که برای خیانتکار اعلان کردن این یا آن فعال جامعه شهروندی بلاگ نویس که 100% همین روز اگر صفحه های فیسبوک رو ورق زنید 10-15 مثال آوردم که یگان مقام قدرتی یا مقامات حفظ حقوق نسبت همون شخص
دیلا آغاز کردند. خیانت به دولت، خیانت این جزای خیلی وزین است و این وقتی همین خیلی او فیک ها او جواب های یا که مؤلف های فابریکه جواب وقتی که نسبت این یا اون نفر به همین اقدام دست میزند کسی پروا نداره. حتی وقتی که عبدالله غربتی را مورد لطیکوب قرار دادن، من همون وقت نوشته بودم که برای پیدا کردن فرمایشگری این عمل وقت زیاد لازم نیست. وزارت کارهای خارجه ریاست مخصوص دارد که وابسته به جنایت‌های سایبری فعالیت پیش میبرد. همین با آی پی آدرس معین میکردن که کی شده است و مؤلفش پیدا میکردن، فرمایشگر بعد 2 روز پیدا میشد. این کارا نکردن برای اون که در تامین آزادی بیان مردم یک گروه حقوقای خودشون خوب میدونن و جانب دیگر از ندانستن حقوق خود از جانب گروه دیگر استفاده میبرند و همه وقتی که من میگم مورد فشارهای روانی قرار میگیرد، ما بسیار مثال ها داریم که صورتهای محرمانه اشخاص علاهیده را در فیسبوک پهن کردن، هر گپی ناسزا پهن کردن، نوشتن، به حیات شخصی این یا اون نفر دخل کردن، لیکن مقامات حفظ حقوق ما خاموش است، پروا ندارد. اگر حتی موادهای آماده کرده پیشش میاد با یک بهانه‌ای که ما متخصص ساحه سایبری نداره میتونن که این قضیه را صرف نظر کنند. یعنی متاسفانه امیدهای ما از شبکه اجتماعی خیلی زیاد است، ولی از بس که در اونجا نه قانون رعایت کرده میشه نه اتیکا، در بعضی حالات ها ما نمیتونیم گوییم که این شبکه ها در تحکیم آزادی بیان خدمت ارزنده کرده است. ما میخواهیم نمیخواهیم شبکه‌های اجتماعی یک روز به همون رسانه‌هایی که شما در نظر داریم به طور رسمی مبدل میشد و این الکی این روند ادامه دارد و مردم بیشتر از رسانه‌ها به امروز به شبکه‌های اجتماعی اعتماد و باوری دارن. این خوشبختانه است چگونه که شما متاسفانه گفتید و من باور دارم که شبکه‌های اجتماعی جایگزین رسانه‌ها میشن و در مورد چیز حرفی تقریبا آخر ما میگم همین است که یعنی ما باید بیشتر از خودمون گیله‌مند شیم، ما ژورنالیست‌ها باید بیشتر از خودمون خفه باشیم، برنجیم که ما نمیگوییم، خودمون بعد به سر مقامات و اداره ها بار میکنیم. ما از 3-4 ژورنالیست زیاد نگفتیم که به حبس برده باشن یا از 3-4 ژورنالیست نگفتیم که دیل سودی کرده باشن، ولی بعد میگیم که تمام در یک جامعه 10 میلیونه گپ در سری اون میرود که ما فراموش نکنیم که دوره خیلی مدهش جنگ شهروندی رو کردیم. بله. و در طول همون سال بیش از 70 نفر کشته شدن. بله. از پی کسب ژورنالیستی هستند. بله. خب و این چیز در 1 سال و 2 سال و 5 سال و 10 سال از میان نمیره. این ترس ولی اون چیزی که شما قبلا گفتید که جوانان امروز خودسنساری رو از خود دور کردن، این چیز خوب است. ولی چیزی دیگر رو ما باید به نظر گیریم که تا اون زمانی که ما رسالت هر یک سگمنت جامعه اطلاعاتی رو مشخص نکنیم، ما نمیتونیم موفق شویم با آزادی بیان. آزادی بیان امروزه در شبکه‌های اجتماعی این همان روند خبرگزاران جمعیتی و خبرگزاران کارگر و دهقانی که در دوره شوروی بود به همون چیز مانند. من در نسبت خودم تحقیر میدونم اینه که امروز این شب رو در شبکه‌های اجتماعی بیشتر فعالن، برای اینکه ما کوشش میکنیم که تا حدی نهایی در دایره همون معیار و قانون ها فعالیت پیش بریم. بگذار فعال باشید، لیکن در برابر فعالیت بلاگ نویسی خودتون شما باید رسالت خودتون رو مشخص کنید. کمک کردن به مشکلات جامعه این چیز دیگر است، لیکن ژورنالیست که آرمان‌های بالاتر هم دارد. بله اینجا مثلا وقتی که شبکه‌های اجتماعی میگن شما در نظر نداشته باشید که شما رو در نظر دارن. شما که مثلا در نمایندگی از اونها میخوام دفاع کنم که شما کم میبینید. شما حق از نمایندگی از اونها دفاع کردن ندارید، چون که فعالیت شما دیگر است، مثلا فعالیت 90% کسایی که در اونجا فعال هستن دیگر. شما وقتی که شبکه‌های اجتماعی میگن اینا تنقید به آدرس خود قبول نکنید. شما اگر در قالب‌ها درست فعالیت میکنید و ما شاهد هستیم که درست فعالیت میکنید، این با شما دخل نداره. ولی گپ سری چی است؟
گپ سر این است که شبکه‌های اجتماعی هیچ وقت میزان آزادی بیان در دنیا نیستند. آزادی بیان این مناسبت رسانه ها و حکومت اجرایی است. رسانه ها و این فکر که رفته رفته شبکه‌های اجتماعی به رسانه تبدیل میشه، این فکر خطا است. چون که شبکه اجتماعی برای رسانه ساخته نشده. یعنی در شبکه اجتماعی امکان است که فعالیت رسانه‌ای پیش برده شود، ولی مثلا زوکربرگ مثلا امروز در فیسبوک یک دنیا بازی‌های را راه انداخته ایستاده است که وای کاملا مثلا خلاف فعالیت رسانه‌ای است. یعنی وای چند بخش دارند. این بسیار گپ خوب است، اما گپ سر چی است؟ گپ سر این است که میزان آزادی بیان این از رشد رسانه‌ها وابسته است، از رشد آن وابسته است که در یک جامعه مردم تا کجا به اطلاعات درست، به اطلاعات صحیح دسترسی دارند. ببین ما خودت سالهای سال در رادیوها، در رسانه‌ها فعالیت کردی. استاد تقریبا نزدیک 30 سال میشد که انجمن ملی واسطه‌های اخبار عامه مستقل تاجیکستان رهبری میکنند و همه ساله مانیتورینگ میگذرانند، مانیتورینگ نقض حقوق روزنامه‌نگاران، نقض حقوق رسانه‌ها، این هم در مسئله دسترسی به اطلاع، هم در مسئله خب مشکلاتی که به سر روزنامه‌نگاران آورده میشد. و خودی من هم مثلا در چندین رسانه‌ها سردبیر بودم، محرر بودم، کار کردم. امروز برای به دست آوردن یک اطلاع رسمی از مقامات مهم تقریبا ناممکن است. در اکثر موارد میگن که درخواست بفرستید. شما درخواست میفرستید، بعد 10 روز، بعد 15 روز به درخواست شما جواب میتین که مسئله‌ای که اکثرا مسئله‌ای که شما در درخواست ذکر کرده اید اون شکلی که شما میگید این شکل نیست. در پایانش امضا. ببین با بعد جواب سری مخفی است، سری مخفی شما 10 روز 15 روز یک اطلاعاتی را که بعد 5 دقیقه یا بعد 10 دقیقه نشر کنید منتظر میشید این گونه پاسخ میگیرید. ببین بعد وقتی که میدونید که درخواست هم بفرستید همین گونه پاسخ میگیرید، اون است ندادن اطلاع این خودش کلانترین مشکل آزادی بیان. چون که آزادی بیان چیست؟ آزادی بیان ببین جامعه دموکراتی چی است؟ یعنی حکومت اجرایه در نزد مردم گزارشده است، حسابات میدهد. همین حسابات دهی حکومت به واسطه رسانه ها یا امروز به واسطه شبکه‌های اجتماعی عملی کرده میشه. یعنی مردم همیشه دانستن میخواهد، حکومت باید گزارش دهد که همین کار چگونه است. وقتی که ما حکومت میگیم از خودی مثلا پرزیدنت، دستگاه اجرایه، وزارت ها تا سطح پایانی در نظر داریم. وقتی که اون اطلاع را ندادن در همین جه همون معیارهایی که برای آزادی بیان معین شده است ویران میشن. این یک. وقتی که شما را نمیمونن که این موضوع را انعکاس کنید، اینم نشان دهنده اون است که صرف نظر از جسارتی که ما و شما داریم، مثلا جسارت یک نفر 2 نفر قابل ستودن است، ولی باید محیط همگانی باشد که همه امکان داشته باشد که این موضوع را مطرح کنند. ولی اگر شما فهمیدم این یک منظره که من خواستم خوشکار کنم. میخوام بفهمم که همین میراث به ما نسل ما که شما به ما نزدیکترین از کدام نسل میراث مون؟ همین حکومت خودکامه ای که امروز اطلاع را به مردم نمیده برای آزادی بیان و همین ژورنالیستی که ترسویی که دسترسی به اطلاع ندارد، از کدام نسل به ما میراث مون؟ مسئولیت چون باید جواب بدن دیگه. این نسل باید جواب بده که ما همین میراث، همین میدان میراث مونده دیگه. متاسفانه این مشکل نسل ها نیست، مشکل نسل ها حکومت ها، برای که دقیقاً همین نسلی که در سر همین نسل در سر وظیفه همه زمان از جانب روزنامه‌نگاران برای توسعه دسترسی به اطلاعات اقدام‌ها به نظر می‌رسید و در بعضی سال‌ها موفق هم شدند که مثلا در همین قبول کردن همون فرمانی که ما بسیار افتخار داریم امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست‌های مطبوعاتی، این نتیجه همون نسلی که شما امروز نتیجه کار و فعالیت وظیفه جانی اونها چیکار که نمی‌گن در سری چی است؟ وقتی که پروکراتور جنرالی به درخواست‌ها جواب نمی‌دهد، این نهادی که باید رعایت قانون رو در جامعه تامین کند، یا که سود عالی یا که دستگاه اجرایی پرزیدنت، تا امروز ما از دستگاه اجرایی پرزیدنت به یگان درخواست جواب مشخص نگرفتیم.
یعنی صرف نظر میکنن این رو چی گونه برای من عجیب است که شما برای مثال شما و هم پروکورور گنرالی یا رئیس سود یا هر وزیر امید هر کسی همگی در یک سن و سال کلان شدید، همگی در یک دانشگاه ها خواندید، چرا امروز به هم نمیرید؟ چرا امروز سر یک میز مدور نمیشینید، سازش نمیکنید؟ کسی جرأتی نشستن سر میز از جانب منصبدارای دولتی نداره. شما پیشنهاد کرده بودید؟ ما بارها پیشنهاد کردیم. قبلا تا سال 2010 بودند حالتایی که مثلا در کنفرانس ها در جلسه ها این مشکلات مطرح میشد، به یک موافقه میرسیم. ما از جانب سازمان خودمون و حتی تمام مسئولین رابطه با جامعه و خدمات مطبوعات رو با آموزش فرا گرفتیم، لیکن بعد چند سال اونها رفتن به جای اونها دیگران آمدن و متاسفانه بدبختی در تاجیکستان این است که هر کسی که سر یک منصب دولتی می آید گمان میکنند که وی خود رو در سیمای دولت میبیند، گویا که از وی دیگر کس منفعت دولت ملت رو حمایت میکنه. من از دست خودم یک جمله دفاع میکنم بعد سوال تیر. هر وزیر و رئیسی که امروز از 40 ساله پایین است، این صافا ما امروز در شبکه‌های اجتماعی 90% هم میویم. خود وزیر به واسطه یا خود رئیس شهر و ناحیه امروز در شبکه‌های اجتماعی یعنی گپ سر این که دسترس هست همون وزیر و رئیس، ولی هر وزیر و رئیسی که از 40 ساله بالا نمیابیم شما. درست. اتفاقا دلیر همین وزیرایی که در شبکه‌های اجتماعی من تقریبا 6 ماه است که با 3 نفر از آنها در مکالمه هستن، برای مصاحبه کردن راضی نمیشن. در امروز آزادی بیان است، آشکارا میگم که کیان اونا. یک سوال میکنم شما. خب من با شما سوال دارم. نمیگه دو سه وزیری که نمیخوان مصاحبه کنن. از همین وزیرایی که شما میگی از 40 ساله پایان هستن. نمیخوان. ما از 40 ساله پایان وزیر زیاد نداریم. شما میتونید مشخص کنید. فهمیدم دیگه. بله، یک سوال دارم شما. خب در همین فعالیت بلاگری که میکنید بعد از اون کسر دیگه وطن رفتید، بله، آیا مورد فشار مقامات قرار گرفتید یگان بار یا نه؟ فشار چقدر که استاد گفتن مثلا شما رو دعوت کرده باشن که دلیر همین موضوع رو دیگر نمیکنی؟ نه، دعوت کردن گفتن که همین، یا که مثلا با یک قسمت دیگری سوال مطرح کنم، یا که مثلا دعوت کردن که برای چی تو به دنبال این موضوع ها میگردی؟ کی شما را دعوت کرد کدام مقامات ها؟ زیاد است. من اینو در صحبت رادیو آزادی هم گفتم، آخرانش در همون وحدت بود که استاد شما همگی با خبرین، اما عدل معروفی ششمی وحدت که اونا گفتن که دلیل این یا اون موضوع را بیاد نگیم. برای مثال ورزشگاه وحدت نشان نده یک طرفش، برای مثال یا کیم کجای ده را مکتبش نشان نده، ولی آشکارا هر مسئله‌ای که در وحدت بود اومدن باز انعکاس کردن. برای مثال یک هفته پیش یک گروه ساکنای وحدت برای ساختمان در نزد بیناشون داد و وای اینجا من رفتم نوار گرفتم، باز همون بچهای ششم مدل با گروهی آمدن 2 ماشین با همون حقارتاشون در نزد مردم که مردم نوار گرفت، نوار در دست مردم است. و من آشکار گفتم که این دشنامو تا نکنم در ماشینتون نمیشینم و باز همون ششم مدل و باز همون راهبر و باز همین مسئله مطرح شد. بیشتر کدام موضوع ها را نمیخوان که شما مطرح کنید؟ زیاد نام برید مثلا موضوع ها را. نه ببینید یک مسئله من حیرانم که چرا مسئله خیلی ساده است، نمیدونم چرا ساده است، نمیدونم چی باید. شما یک وقت به اصطلاح در فیسبوک لایف آمدید، نشر زنده داشتید و گفتید که میخواهید به بدخشان بروید و اجازت خواستید. بله. چی شد؟ آشکارا میگم که بعد از اون که اون نوار شد همگی بعد از چند دقیقه بود به من زنگ شد، ولی نمیخوام بگم از طرفی کی، گفتن دلیر از شوراباد اون طرف امنیتی تو رو ما تامین کرده نمیتونیم، هر کجا میخواهی برو ولی از شوراباد اون طرف امنیتی ما تامین نمیکنیم. برای چی؟ وظیفه جانی آنها تامین کردن امنیت نفقت دلیر و هر یک شهروند تاجیکستان. ولی از من هم چه نماینده حکومت نمیشه. شما به همین مراساکاریاتون با اونها اجازت میدهید که به همین اقدام تقریبا همون گناهی را که شما در گردن این است کلانسال بال کردید همین گناه شما صادر کردید. یعنی شما با توافق آمدید که خوب اگر حال بسید شما حق دارید که امنیت خودتون زیر خطر نگذارید. شما بعضی مسائل خیلی کوچک در دوشنبه نمیگید ولی میخواستید که من بدخشان برم در شبورد مطرح. کی نمیگه؟ خودتون گفتید که بعضی مسائل هست که ما در رسانه‌ها نمیگیم. نگفتن و گفتن نماندن فرق میکنه. این تقریبا همین چیزی که ما شما درباره‌اش صحبت میکنیم. بعد یک موضوع دیگه را برداریم استاد. در مورد مسئله رسانه ها وقتی که صحبت میشد بسیار آرمانگرایانه صحبت میکنن، خصوصا منصبدارا، مقامدارا، بعضی از به اصطلاح جانبداران نمیدانم کیمچه ها میگن که رسانه باید منفعت های ملی را حمایت کنند، رسانه باید برای
خودشناسی و خودآگاهی ملی خب مساعدت کند. و یکی از موضوعهای داغ در منافع ملی ما این بحث‌های مرزی است که خوشبختانه یا متاسفانه ما همه وقت در جنگ اطلاعاتی با کشورهای همسایه و در مثال نمونه مشخص با کشور همسایه‌مان قرقیزستان مغلوب میشیم. من مثلا خود من به عنوان همچون یک محرر رسانه، همچون یک روزنامه‌نگار بارها گفتم که سبب اساسی این که ما جنگ اطلاعاتی را میبازیم چند چیز است. یکم نبودن آزادی بیان، دوم نداشتن رسانه‌های با نفوذ، یعنی قابل اعتماد باشد در سطح منطقه که با او با گپ ما اعتماد کنند و مثلا گپ ما را همچون اطلاعی درست، موقع ما را همچون حرف درست قبول کنند و در بالانس اطلاعاتی نقش بازی بتانیم. بسیاری ها میگن نه ما باید با چندین زبان برنامه کنیم، ما صرف نظر از این که اون حرف ما قانونی است، اخلاقی است نیست، باید گفته شود، یعنی همین یک جنگ اطلاعاتی جنگلی کنیم. بدبختی ما در این است که همه میخواد در زمان جهانی شوی در محاربه های اطلاعات دست بالا شود، ولی که دسترسی به اطلاعات رو محدود نکنه. بله. چگونه ما میتوانیم یک مواد تحلیلی خوب آماده کنیم وقتی که ما نمیدونیم که در تاجیکستان اعضای کمیسی بین حکومتی در رابطه با مرز تاجیکستان و قرقیزستان کیها هستند، چی کار میکنن، در جلسه هاشون چگونه قرار قبول میکنن. وقتی که این شفافیت فعالیت آنها نیست، شاید از نظر آنها این یک سری دولتی باشد، ولی وقتی که گپ درباره منفعت دولت و ملت میرد، باید اطلاع مشخص، اطلاع معتمد به ژورنالیست‌ها پیشنهاد کرده شد. ما همیشه مشکل داریم در انعکاس مسائل مرزی و این مشکل وابسته به دسترسی به اطلاعات یا که به دسترسی به اون محلی که در اونجا نیزا خسته است. ما را نمیگذارند که اونجا رویم. قابل خیر است که سال گذشته و ما را وقتی که ما در این سمت کار میکنیم، حتی باز هم با همون گپ‌های آبشسته خیانتکار با وطن و دیگر اتهامات ما گناهکار میکنن. یکی وقتی که حادثه ماه اپریل سال گذشته رخ داد در مرز کی بود؟ اونهایی که از جانب مقامات همیشه تمغه خائن خیانت در گردن شما در مرز بودند. نه خاور نه تلویزیون شبکه‌های تلویزیونی دولتی. و امروز ما آماده هستیم. چند روز قبل یکی از کارشناسای بهترین در مسائل مرزی نعمت الله میرسیدوف این مسئله رو گذاشت. ما داشتیم گروهی داشتیم، شما هم در شما بدهید که ما مسائل مرزی رو، مشکلات منطقه نظام مرزی رو تحت نظارت و انعکاس قرار میدیم و برای حل مشکلات مساعدت میکنیم. در همون فعالیت همون گروه نیز بسیار مشکل ایجاد کردن. حتی نگذاشتند که ما یک سمینار آموزشی برای ژورنالیست‌های تاجیکستان و قرقیزستان برگزار نماییم تا که آنها درست همه جانبه مسائل مرزی را انعکاس کنند. و امروز هم ما آماده هستیم که ژورنالیست‌های جوان را به این کار جلب کنیم، اونهایی که جرأت دارن، اونهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، در برابر در رسانه‌ها کار کردن. لیکن مشکل اصلی باز هم اجازات از جانب مقامات دخلدار و دسترسی به اطلاعات در مسائل مرزی باقی میماند. تا آن زمانی که دسترسی به اطلاعات درست برای مانده نشود. ما میدونیم که امروز قشون‌های سرحدی یک سخنگوی خوب ندارد، مثل سخنگویی که اصلا ندارد از جانب قرقیزستان هر یک استاد اصلا ندارد. دو سه ماه اخیر ندارد. مثلا حادثه آخرین مرزی که شد و متاسفانه ما یک قربانی داشتیم. بله. همین نیروهای مرزبانی ما نه کاتب مطبوعاتی دارد، نه سخنگو دارد و نه تا امروز شرح داده است که چی گذشت. آخه بدبختی است وقتی که هر دفعه مناقشه در مرز استاد ببخشید در روز دوم همین مناقشه اخیرین 13 اپریل بله من در 2 روز حساب کردم که خدمات مرزبانی کشور همسایه 13 اظهارات مطبوعاتی کرده است. 13 اظهارات مطبوعاتی در سایتش نشر شده است. این جدا از این که مثلا معلومات
یا با اصطلاح معمول همون رسیلکه ها را بر رسانه ها میفرسته سر چند قدم. بله. خدمات مرزبانی ما تا امروز یگان اظهارات مطبوعاتی نکرد و شرح نداد است که چی گذشت، چی میگذرد. ما از کجا بگیریم معلومات؟ نمیدونم. ما چگونه مثلا در جنگ اطلاعاتی موقع تاجیکستان و منافع ملی را حمایت کنیم؟ خیلی اگر که مثلا امکاناتی یک نفری مسئول رو تعیین کردن نباشد، این چه خیلی مثلا گذاری می شود درباره انعکاس موضوع به نفع ملت. درست. استاد ما داریم آهسته آهسته به قسمت های پایانی پادکست امروزه میرسیم. به فکر شما، هر دوی شما، منظره امروزی که رسانه های ما دارند، مثلا اگرچه در یک دو سال آخر شاهدی از بین رفتن رسانه ها نبودیم، رسانه های فعال، ولی من فکر میکنم که اگر وضعیت، هم وضعیت اقتصادی هم وضعیت اجتماعی سیاسی به همین شکل دوام دهد، ما امکان داریم که چند رسانه دیگر از دست بدهیم. درست. آیا این شما را نگران نمیکنند؟ این البته باعث نگرانی است. متاسفانه حکومت تاجیکستان یک برنامه کمک به رسانه های کشور صرف نظر از شکل مالکیتشان ندارد، هرچند که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این چیز را در نظر دارد. یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات اداری و دیگر وسایل اخبار عامه ماده مخصوص دارد که حکومت میتواند چنین برنامه داشته باشد. در برابر آن که حکومت دستگیری نمیکنه، متاسفانه صف دونورها و سرپرستان در تاجیکستان خیلی کاسته شدن و عموما گفتم ممکن است که در تاجیکستان دونوری نمانده است که رشد وسایل اخبار عامه را دستگیری کنند. آنها به جای کمک‌های مشخص برای رشد نهادی رسانه ها به یک لایه‌های میده‌چویی سر و کار میگیرند و مبلغ‌هاشون را به یک چاره‌بینی ها به کارهای صرف میکنند که اصلا برای آزادی بیان مساعدت نمیکنند. یعنی یک کنفرانس بین المللی که آنها برگزار میکنند و مبلغ هنگفت را در اونجا صرف میکنند، هیچگاه باعث پیدا شدن یک رسانه نو یا که باعث تحکیم یک رسانه‌ای که فعالیت دارد نمی شود. متاسفانه بازار داخلی نیست، ما این چیز رو تحقیق هم کردیم، بازار داخلی نیست خیلی احتیاطکار است نسبت به همکاری با وسایل اخبار عامه. رکلام نمیدهد یا که یعنی در تاجیکستان چون اقدامات از جانب ساختارهای تجارتی راه اندازی کرده نمیشد که به نفع رشد جامعه و رشد رسانه ها باشد. این چیز باعث نگرانی است و همه امید به مشتری، به خواننده، شنونده و بیننده است. خواننده، شنونده، بیننده یک سامان دو سامانی که از حساب روزگار خودش برای خریدن نشریه و برای اینترنت صرف میکنند، از ما امیدوار است که یک موادی که در خور زندگی وی است پیشنهاد کرده شود. برای موادی چون موادهای پخته و شوق‌آور در همان وقت آماده کرده میشد که مؤلف یک دستمزدی درست گیرد، سزاوار گیرد و این مشکلات با همدیگر رابطه دارد و خوب میشد که اگر تاجیکستان در رشد دموکرات عبرت نشان دادنی باشد، امکانات ها خیلی زیاد هستند. یک برنامه مشخص عاری از آرمان های سیاسی و غرض سیاسی باشد. یعنی ما میخواهیم که برای رسانه ها، برای کار، برای مهنت آنها مبلغ جدا شد، ولی نصیحت و توصیه ها برای این یا آن مسائل رو انعکاس کردن احتیاج به هیچ چیز نیست. درست است. دلیل شما را چی؟ همین مشکل نگران میکند یا شما
حتما به این باور هستید که نه بگذار رسانه ها از بین روند، شبکه‌های اجتماعی میگن واقعا حکومت باید یک برنامه را داشته باشد که بخصوص رسانه‌های مستقل بسیار میخوام که مبلغ گذاری کنند، چون رسانه‌های دولتی امروز تحت سرپرستی حکومت و دولت هستند و به همین خاطر سیاست حکومت را پیش ببرند. بسیار میخوام که رسانه‌های خصوصی و مستقل مبلغ گذاری شوند با برنامه‌ها از طرف حکومت. ولی در این برابر من نگران نیستم، به خاطری که من دیده هستم که 2 سال اخیر ما چندین رسانه‌های دیگر در بازار دیده هستیم. خود همین استودیویی که امروز ما نشستیم و باز میتونیم 10 مثال دیگر رو بزنم از قبل رادیو، سامانه‌های اینترنتی و این چیزا. فقط تلویزیون و گازت دیگه ناماده است، برای که گازت دیگه کم فرمت کهنه شده، اودیتور کم دارد، تلویزیون کار بزرگتر میخواهد، ما ندیدیم. ولی اینقدر سامانه دیدیم، اینقدر رسانه دیدیم که در شبکه‌های اجتماعی که زیاد. خلاصه بعد من همیشه جانبدار اونم که بگذار ژورنالیستان ما که هم در رسانه‌های دولتی هم در خصوصی کار میکنن هر چی زیادتر، هر چی بیشتر به شبکه‌های اجتماعی رو بیارن و هر چی بیشتر برنامه‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی جا کنن، برای که در صفحه ازیا پلوس اگر مواد شما رو شاید 100 نفر بخونن، در همون شبکه اجتماعی که این ژورنالیست مستقل به نام خودش دارد میتونه با 100 نفر دیگر بخونن. یعنی از 2-3 طرف ما اودیتور رو به خود جلب میکنه و به همین خاطر نگران نیستم که اگر این یا آن رسانه هم بسته شود، یک گروه ژورنالیست‌های تنبلی که از ساعت 8 تا 5 فقط میشینن چای مینوشن و با پول اداره مشغولن، بگذار آنها بدونن که اگر همین ماه $300 کار نکند خودش میمورد از گشنگی، فرزندش از گشنگی میمورد، از اجاره خانه بیرون میشه دیگه، در یک اداره شته از ساعت 8 تا 5 چای نوشته نمیشه. در مسئله چیز میگم اخیرا گفتم، در مسئله گرانت های خارجی من هر چیز زیاد میخواستم که این برنامه های مبلغ گذاری از جانب حکومت باشد و از جانب گرانت ها هر چیز کم شود، به خاطری که ما دیدیم که 20 سال آخر هر چه گرانت به تاجیکستان اومد، عذر استاد من شرمنده تونم، هر چه گرانت به تاجیکستان اومد ماشینی کدام سرمحریر از اوپل به لکسوس تبدیل یافت، کدام یک سرمحریر صاحب 4 خانه شد، یا نمیدونم خلاصه بیشتر به کارهای شخصی خودشون سرمحریر صرف میکنن از اونی که بر رشد رسانه‌شون یا به پیشبرد کار تکنیکی ادارهشون. من مطلقا راضی نیستم به اون خاطر که من سال گذشته سازمان ما قریب 30 نفر با 30 نفر ژورنالیست گرانت‌های خرد پیشنهاد کرد. گرانت گرفته در دایره گرانت فعالیت بردن این هنر است. یعنی اون چیزی که مثلا کسی پولی کسی دیگر را خورده است این قابل قبول نیست. در مثال شما نبود، در مثال اصلا من برای چی گفتم؟ بله. متاسفانه ژورنالیستای ما پولی تیار را گرفته در دایره گرانت موضوع این یا اون موضوع رو پیگیری، یگان کس با وی نمیگه که تو این موضوع رو گیر یا تو موضوع خودت پیشنهاد کن، خودت به نقشه گیر، خودت تا امروز من شاهد آن هستم که حتی سفر خرجی خودش چگونه خراجات کرده حسابات پیشنهاد کردن رو بعضی ژورنالیست‌ها ما نمی‌کنن. درسته. یعنی معلومات در موضوع گرانت ها دلیر، موضوع گرانت ها موضوع بسیار جالب است، خصوصا سالهای اخیر بحثش بسیار کلان است در محیط رسانه‌ای ما یک از موضوعایی که در این پادکست ها می‌خوایم مطرح کنیم همین است. آخرین سوال استاد، همه ساله در تاجیکستان روز 3 می یا 4 یا 5 می روز آزادی بیان تسجیل کرده میشن. گروهی از ژورنالیست‌ها، من، شما، دلیر، سازمان‌های دیگر به هم میاییم مثلا، یعنی تسجیل میکنیم. اکثریت منتقدان خصوصا هم کسبای محترمی ما که متاسفانه با دلیل‌های برای ما ناخوشایند مجبور شدن که کشور را ترک کنن، از اونجا ما را انتقاد میکنن که اینا چیزی نبوده را تسجیل میکنن. میخوام بسیار کوتاه به همین سوال جواب بدیم که آیا ما حق داریم که روز آزادی بیان تسجیل کنیم؟ ما حق داریم و این روز باید برای تامین همراهی ژورنالیستان کشور، برای درک کردن رسالت کسبی هر یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. یک چیز دیگر رو باید بگم که در تاجیکستان متاسفانه آزادی بیان در جامعه نسبت به در رسانه ها، در چارچوب رسانه ها بیشتر است و اون شخصایی که ما رو انتقاد میکنن از همون زمره هستن که آزادی بیان رو در جامعه استفاده میکنن، ولی خودشون در تحکیم آزادی بیان در یگان رسانه سهمی نمیذاشتن. دلیر
سربلند باشین. من به خاطر همون 20% که در اولی صحبت گفتم میگم که میارزد که ما تجدید کنیم تا اینکه سالهای آینده، این البته نظری من بود 20%، این درصد هر چیز زیادتر کنیم، میارزد که تجدید کنیم. تشکر. بیننده عزیز، آزادی بیان متاسفانه در برخی از جامعه ها از جمله در تاجیکستان یا انتقاد رسانه ها از عملکردهای منصبداران و حکومت به معنای مبارزه با حکومت فهمیده می شد که این کاملا نادرست است. آزادی بیان همچون ارزش، آزادی بیان همچون عمل، آزادی بیان همچون حرکت، این جزئی کارهای مفید و مثبتی است که برای رشد ملی ما مساعدت میکند. کشورهایی که به آزادی بیان دست یافتند اونا کشورهای فقیر یا زیاد فقیر نیستند. کشورهایی است که در اونجا حقوق انسان احترام میشه، کرامت انسانی احترام میشه و این کشورها از آزادی بیان همچون عاملی یاور حکومت استفاده کردند و بسیار از مشکلات کلان جامعه را حل کردند، از جمله فسادی که ما با این مشکل امروز دست به گریبان هستیم و یکی از عامل‌های اساسی رشد نکردن جامعه ما هست. پادکست های سایت خبرنگار نو ادامه می‌یابد. ما در بخش نشرهای من بعد مهمترین و داغ‌ترین موضوعهای رسانه‌ای تاجیکستان مطرح میکنیم. با مهمانان خود استاد نوردین قرشبایف و همکسب ارجمندم دلیری امامعلی تشکر میکنم. تا برنامه‌های دیگر، خداحافظ. Подкасти «Новый репортер». خب بیننده از اینجا صحبت ما به انجام رسید و من بار دیگر دوباره بشم که این صحبت ما در دوره لایحه رپرتوری نو یعنی نوای رپرتور پیشنهاد شد و در صفحه یوتیوبی اینترنیوز تاجیکستان نشر شد و با اجازه ایشان ما نیز این صحبت در صفحه خودمان باز نشر کردیم که فکر میکنم که از این صحبت برداشت کردید و به دشنام و تحقیر حتما نظر اندیش‌های سالم بنویسید. برای ما لازم است نظر و فکرهای شما که آزادی بیان فقط برای ژورنالیستان، برای جامعه تاجیکستان در چه حال و هوا است و فکر شما چه است. شما آزادانه فکر و نظر اندیشتان را بیان کرده میتوانید، یعنی در برابر ژورنالیستان همچون شهروند قطاری نگاه نکرده، کارمند معارف هستید، تندرستی هستید، ورزش هستید، فرهنگ هستید، مقامات قدرتی و نظامی کجای هستید، یا بانکیر و کالخوزچی و هر جای دیگر. خب من خواهش میکنم از همه شما همون در پایین ویدیو در جای شرحی بیشتر در جای اپیسانی یعنی به قول یک سراغه هست، یعنی پاتریون ما هست. پاتریون یک نمودی برنامه ریزی هست که شما صحیفه مقبولتون در روز، در هفته، در ماه، در سال مبلغ گذاری میکنید هر چقدر که امکان و توان و خواهش خودتان هست. خواهش میکنم به اون سراغه وارد شد. خیلی آسان است مبلغ گذاری و شما یک مقدار معین میتونید صحیفه ما رو مبلغ گذاری کنید که ما برای ماهای بعدی کارهای تحلیلی و تحقیقاتی مونن در شهر و ناحیه ها و بیرون از اون، در شهر و ناحیه اطراف دوشنبه و دورتر از اون ادامه دهیم. حتما با اون سراغ وارد شید، یک بار این برنامه کاری که آشنا شد. من فکر میکنم که خیلی ساده شما میتونید با درهم یا سنت هایی که دارید برنامه ما رو مبلغ گذاری کنید. سلامت و سربلند و خانه آباد باشید. بازم پیش میگم که فردا یا پس فردا ما برای شما حسابات ویژگان ماه اپریل میدیم که هر ماه از روی ما حسابات میدیم و با خوش خبرهای زیاد. زنده باد صلح و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.